سلام بچه ها، خوبی؟ امروز میخوام طرز تهیه این پنکیک رو بهتون یاد بدم. این یه پنکیک آلمانیه که اسمش هست داچ بیبی و خیلی هم خوشمزه است. اول فر رو روشن میکنیم و میذاریم روی 150 درجه. بعد 25 گرم کره میخوایم که باید بذاریم توی ظرف که بهشون ظرف رو گذاشت توی فر تا کرمون آب بشه. سه تا تخم مرغ باید بشکنیم توی مخلوط کن. 1/3 پیمون آرد، 1/3 شیر، 1/4 شکر، 1/4 کره آب شده، 1 قاشق چایخوری وانیل و یکم نمک بهش اضافه میکنیم و حسابی مخلوطشون میکنیم. کره که آب شد باید ظرفمون رو از توی فر در بیاریم و مایه پنکیکمون رو بریزیم توی ظرف و دوباره بذاریمش توی فر و انقدر توی فر میمونه تا اینجوری تخم مرغا پف کنه و قلمبه قلمبه بشه. بعدم یه ظرف بر میداریم و پنکیکمون رو میذاریم توش. روی پنکیک هرچی دوست دارین میتونین بریزین. من مربای آلبالو ریختم و یه قسمتیشم موز گذاشتم و روشم عسل ریختم و نگم براتون از مزه این پنکیک. بچه خیلی این پنکیک خوشمزه است. امیدوارم شما مثل من خیلی خوشتون بیاد از این پنکیک.